برادر عزیز عصر بخیر شام بخیر بگه های یخ کردیم نه اومدیم خیلی که وعده داده بودیم برای کاوگو گندم پولی حس نگه خوده برای کاوگو گندم گرفتیم همشه نه دخلته یافتیم هسته قیمت میگن 300 سومون 250 سومون یک خلطه گندم 50 کیلو هم نمیبره هم خیلی دخلته حاضرش گرفتیم ولی باز میگیریم 8000 روبل جمع شده فراموش نکنیم 8000 روبل ارزی جمع شده در همه 8000 گندم میگیریم به کاوگو رو گفتیم صدقه میکنیم انا گندم رو گرفتیم دخلته همینجا انا برادر عزیز یه دخلته گندمی گرفتگیمون گندم تازه هست نیست نه تازه نیست هیچ گپ نداره با هر حال گرفتیم دخلته حاضر پوش کنیم میونم درد کردیست است پوش کرده بریم بفروریم شو حاضر بچه هوا یقت صوفه دیدیسته که سیاه شدگی بلو خراکت دارن حاضر نمیشپیم وقتی که برف زد بعد میریم میشپیم شو بخرن چرم گردن این خیلی برادرها کی فکر عقیده شخصی من همیه کی هر یک چیز و روز خودش نرخ داره خیلی نمیشه که طبیعت ما فقط بخریم و یگان چیز نتیم میخوام یگان نقطه نظر یگان هیچ کسی را قبول نمیکنه اگر بگیری انتراست دیگه اصلا بعضی ها که فرق نداره فقط خوردنشون میدونن تمام هست میخریم پگه بچت چی میخره حاضر ما واهمه میکنیم هو دیده سه درم بالا از درخت اینی درم بالا در یا تیگر درجه انا هم درخت رو بابیم شونده گیم چرماقا رو بابیم شونده یگان کس نتکشو ختم میره میتکم شو گفتیم گپا روی بابیت لخشه کی بابیت نمیتونی که در پیش خونش بشونه یا که درم بالا چی باید یک تا میشونه چی باید رد نشونن که نتا چه رنگی آدم میشونه رد نشونن که فهمن که میره آدم شوندگی نه یک دونه درم بالا شونده است بابیم شونده است تمام چرماق من همه رو میتکی هر سال میاری میخری میفروشی ای میمری که یک دونهشو برای تیخو کنی اون بابیت زاغ بود قلبه بود تو نواسای قلبه نواسای زاغی نواسای کیستی انا برای هم برادرها ای طبیعت چیزی که گرفتی کمتر به طبیعت داده نکار درسته که در وقتش بابی کلنم ممکن که نمی کردن همه دی بالا میشوندن یعنی بالا همش زمینه مال میونه نداریم که بریم بشونیم نکی بابی هم نمجورا میشوندن اون بلنجر همش گندم میکردن هر چی میکردن انا ما میون نداریم تنبل شده رفتیم برادر عزیز با همین خاطر حرکت کردن نکردم درختمون نغمه من نغمه میدم درخت بسیار تر شنوندن نکار این همین بردیوالی که میبینی همینجا علف میبرویم مال نمیخرش یگان شده میخرش همینجا مقصد ما همینجا رو سبز کرده درخت شنوندنه که بگه یک مرچه ملخ آدم یک آدم خورد حقارت کرد ثواب میگیری خب برادر عزیز سلامت باشه زنده باشه خیلی دگبتون گرفتین گپ بسیار زدیم که نگاه کردن ما موی رو تماشا کنید خوب تره زنده باشه سلامت باشه اگر ای گپای ما کمک بهره برده باشه ما هم خرسند در امان الله باشه تا بازدید